دوستان عزیز، بازم ویدیوی دوم براتان اپلود میکنم که بعد از کلاهبرداری که انجام شده، آقای مجتبی کپیتال بسیار یک انسان خراب برآمده و هموطنای ما را چقدر پیسهشان و پولشان زده. حال یک ادمین دیگه جور کرده، مثلا یک پیج ادمین دیگه جور کرده که در او مسیج کنن مردم هم کلاهبرداری کنن. مثلا من براتون نشان میتم، این نوش است کالا، این ادمین پیج نوش است که حالا میگه در این مسیج کنین مثلا کلاهبرداری کنن. من براتون حالا میگم که اولیش کدام بود. این پن شده، در اینجا در مسیج پنش میریم. ای که است ای مجتبی کپیتال ادمین، ای اولیش است که فعلا ای را دلیت کرده نفر، دلیت اکاونت. ای اکاونت ادمین خود دلیت کرده، نفر حالا شروع کرده به کلاهبرداری باقی مانده دوستای عزیز ما. لطف نموده همراه از این نفر هیچ کدام کار نگیرین، پولتان به حق روان نکنین. کلش دروغ است، تمامش دروغ است، کلاهبرداری است. این انسان خبیث یک پیجای چیز است، مثلا تلگرام ایرانی ها دارن که عین شکل کلاهبرداری میکنن و این انسان هم در ایران بزرگ شده، در موجه کلان، در موجه کار کرده، مثلا بزرگ نه خود کار کرده و غریب کاری کرده، فعلا در اینجا آمده به کلاهبرداری. دوستان عزیز ما میخواه پولشانه بزنه دیگه. خدا جزایش بده. شما ببینین و شیر کنین تا که دوستان دیگه ما به ای دام از این نفتن. و سلام.